1925 ما تولد یافتگی. وطنی ما کاموستینسکی رایون. کامه لوی دایره ولگختی. ریولوسیونیر بود پدری ما. در مورمنسک خدمت کردگی. وای خدمت آمده مادری مرا. وای مامان پدرشون جورا بوده. مادری مرا گرفته پدرم. ای مادرم ما 3 دختر و 2 بچه 2 پسر شدگی. ای مادرم. 8 تمام کرده. 1940 ما کمسامل شدگی. سال 1942 12 ماه مارت ای воєнкомат повістка اومد. یکم بار 3 دختر داشت. مریم گفتگی یک دختر دوگانه بده کو هر دو مکتب تمام کردگی. کاتبی کالخوز هاجر گفتگی یک دختر بود. هر 3 مونده повістка اومد. воєнкомат فایرات کرد رفتیم مول کمیسیه کردن. گفتن که اینا امروز کمیسیه شما ده پگاه دم میگیرید. پگاه دیگه 12 آپریل شما اتپراف کن. من نمیدانم که اتپراف که چیز بود. یک کم سامول که دختر 17 ساله. و او داورده ماشین نیست. از خطی همه چانختی بارف بوده که گرفتن بردن شهر کردن. 6 ماه همونجا اوشینیک شدیم ما. 6 ماه حال من نمیدانیم. автомат چیزه ملتق چیزه بمب چیزه سنرد چیزه ما نمیدانیم این هره 6 ماه همونجا چیز کردن زنتی شدیم همونجا مودا پولشا پرکاز شد شهر پولشا پولکی تانکیست تانکیست پولکده مرا بردن که با گفتن که چیز من نشل اشتابمون ماکسیموف بود پیتر ماکسیموف خیالم نمیره او آزاوا کماندری ما ماکارینکو اوکراین بود و همجالی خدمت کردیم آموزو با سالین گفته که ستالینگراد گفته اکروژنی شده گرفته نیمسا گفته پرکاز کرد ماکسیم مورد گفته همتون حاضر شوید گفتن ستالینگراد رفتیم پولکی تانکا یا پولکا رفتیم مرا گفتن که سویازیست که تانکویست هم گفتن چیز میشین شه разведчик هم разведчик مده برای چی она گفت шустрый всем работу можно گفت هر کرده گفت میتونه هر کرده میتونه گفت шустрый چاقانه گفت هم سویازیست که شدم تانکوی частью هم چیز شدم разведчик شدم 2 وظیفه دادن ستالینگراد رفتیم که ستالینگراد این زدیم زدای رفته راه اسفالت اما کندگی همیشه مین خوک ده رفته تگی اسفالت ما همیشه رفتیم وای بحری سیاه کرسندار راهی وقتی نیمه در راه شده ما رفتیم که اوز برو اومدیم چخلی شده که اواری شدیم تانک خطی همیشه ماکارینکو کماندری ما ای دنیا گذاشته مرا بردیان دیگه نمیدانم شهر گاگارین ساراتوف گوسپیتل ما دیگه نمیدانم در همه ساراتوف گوسپیتل خواه رفتم نمیدانم چند ما به هوش آمدم چشم کردیم در یک خانه کالون همه قلطه سفید پوشیدگی من شارژ شدم به هوش آمدم سر لات خوردگی 16 سیانس سویت نگرفتم همونجا در 16 سیانس فقط سویت خودی میستی سرات تربیه کردن نگاه کردن با نقشم ای همه با ما فرونت گسیل کردن با تا آخر ما خدمت کردگیم برای استالینگراد این همیره
گریشک دادگی در مسکو در چیزی هست удостоверение دست موندگی گریشک امیده که برای خدمت شما بود. جنگ تمام شد دیگه اما شادی کردیم گیره کردیم گفتیم که شکر با آمدیم با وطن کم استی پیش پدر مادر با خدمت سر کردم. ولنتین واسیلیونا گفته ای اوکراین آمادگی از زنک در رایون کور دادن اگینتی فینانسوی اول در جمعه 6 ماه کور کردن با رایون گرفتن رایون دای 1 سال کور کردن بعد جنگ با رایون با گفتم که ولنتین واسیلیونا ماذا отпуск کنم میتی دم بگیریم ладно Раечка گفت пожалуйста پیشی زیولینی گفت زیولینی کردم і آپامون در دوشنبه وای медсестра یزدم کماندیر بدن با همه ایشش میوانو ایش محبت پروردگار نویسته ما رو همینجا با اینم مادر و پدر همینجا موندک بایم آمدن تاجیکستان پدرم در حضر رایون شهری نو کالخوزی لیلین خاکدانوش مادر ما در همه شنار سوخته میگن این خاکدانوش اینه هر سر برآمده دست برو میکنم در خاک مادر همیشه مادرم دیگه اکر نیست شده رحمتی آپام ریز شده که همونجا در دایره ولگخاکی پدر مادر روحاشون شاد شو راضی شو ایری ما فرزنده مسافر شدن میگیم یکم بر آمدن ما در تاجیکستان 1946 آمدگی در دستم دفتر در دستم قلم خانه آپام آمدم отпуск گرفته آمدیم 12 آگوست آمدگیم 46 در همه جوای آزاوی دیدگی فراموش نمیشه در فراموش نویستگی با آمدم آوردن مرکی آقای آپام هیوارش دادار شوش معلم بدای هم باین روک بدای در رای شهری نو هم باین روک هم معلم وای همه برای گفتن که شما گفتن آپام گفتم زینب نداره بیبی زینب شما گفتم تاجیکی رو یاد گرفتید مدام تاجیکی رو یاد بگیرم کنی چخلیه گپی تاجیکی بیار دفتر قلم تو گفتن آوردم قلم دفتر بیا بیشی بخو هم 3 گپی یاد گرفتیم بیا بیشی بخو 1 ماه شده علمه با همه قطی با چاینه بردم زنی هوارشت یعنی فرزند پدری من چاینه کشونو موندم و گفتم که بیا بیشی بخو یا خندیدن کی گفتن اینه عزیز گفتم میشه میزنم وای مده شوهر میشه سالی که همین تاجیکستان میاد دوگانی و چیما بوده زنی تقوی و چیما میشه با تقوی میگه که نازک ایجا بیا همین یانگت تاجیکی یاد میدی با همین اوچما همین تاجیکی یاد دادهشه جای گپای میشید میگه تو همین یا 3 روزم یاد می تو یاد نمیگیره خیلی با همین خیلی است یاد گرفته یا چخلی کردن که من نمیدانم وای ایجا کردیم نکاح همین مردک پدر مادر بخبر ما پدر مادر میگن که میگن که بیایید این دختر این شما رو ما شودا دادیم آشخلی شودا دادید ما که در خانه هیچ که نداریم 2 تاییم ما گفتن که خانه آکاتون سودا کنید تو ما رفته میاریم شما با همه آپامون رفته آتم خطی و شما آورده داده کمی خالمت عزیزه پدری هم 10 فرزند وقتی که الان میگفتن البته یادی وطن میکردم یادی وطن داریش میکردم یادی خیش تباری میکردم یادی گذشتگان دوری بچگیشون میکردم من یاد ندارم که کودک بودم در گوهر بودم که گیری آبی چشم مادرم رو نیدم لیکن دادرها هم وقتی که الان میگفتن گوهر میجماندم ما 8 ساله 7 ساله 5 ساله بودیم نگاه میکنم آبی چشم مادرم میریخت وقتی که امروز با 30 سال این آمدیم اکنون فهمیدیم که مادر چی بوده است و وطن چی بوده است و مادر برای چی میگریدید است برای وطن برای خیش تبار برای اهل جمعیت برای شخصانی که
بیچاره و بی‌نصیب ماندن، بی‌وطن ماندن، انا برای همینا میگیم. شکر فرزنده خوب دارم. من ای فرزندم نمیدونم. شکر میگم. همه در خدمت خلق. نون میپختم. یاد گرفتم دیگه. این نقص میدی، اما کوریات میگرفتی. دیگه نقص شدیم. 10 تا فرزند کردم. و در امون یک گوشه مکتب تخته فخری بودم. البته پیش از همه رسمی مادری من در همونجا بود. من همراه همسنفان هر بار که به همون تخته فخری میگذاشتم اول چشم به صورت مادرم میافتید. این فخری بزرگ است البته. یکم بار در قشلاق ما تلویزیون آوردن. یک خانه تلویزیون آوردن. بعدی وای آدم‌ها یک تا تلویزیون خریدن گفتن ممکن ما گان 14 داشتیم. که تلویزیون شد ما هم تلویزیون خریدیم. بعد در تلویزیون همه وقتی که 9 مای سر میشید جنگ نشون میداد. سمالیات نیمی سویتی با اوچم هوای دیده میگفت که من اینم همین جنگا رو من اشتراک کردگیم. این تانکر دیسادن همین این دیساده که دخترکا چخل در جنگ اشتراک کردن. و مود میگفت که من هم خیلی تانکیست دختر بودم. من میگم خیلی پس تانک ها میدویدم. وقتی که سناریادا میکفیدن، وقتی که مینه ها میکفیدن، اوچم میگفت انا وقتی که مینه کفید ما دیدگیم هوایه. ما همین زمینا رو مینه ها تازه میکردیم. ما هم برای وطن در جنگ بسیار خدمت ها کردیم. و گیره که میکرد ما همون چقدر احساساتمون داده تلویزیون میشید. فکر میکردیم که همون کینو دا اوچم اشتراک کرده. همین وقت فهمیدیم که اوچم جنگ آوره. مدا خلق همش یک شد. من ایر بیگانه نمیگم، خلق تاجیکستان نمیگم، خلق روس نمیگم، خلق قزاق نمیگم. من ده همش که برای چی گفتم ده برای خاک زمین من جان داده گشتم. دوست می‌دارم همش. من 60 باشم مگر 55 سال همی مادر نقض میشناسم که بسیار مادری مهربان. من مادر ندارم، همین زنم همچی مادر احترام میکنم. همین انسان همچی مادر داره من ده همین ده اگر 450 خواجگی باشد ده همین همه انسان‌های ده همچی مادر حرمت میکنم. تمام میکرد خود در توی خود در مرگ خود در یگان مسئله باشم اون ای کس مسئله پرسیده بعد کارشون رو میکنم. انا خیلی این برای ما قربی بلند داره. دوره دکترم کم بالینسویم کم ده. یگان کسل میشه حتی بیهوش میشه. یکی دویده میگه این هنگام کنی هنگام او خیلی هنگام نام بخوره یا که یگان کاری دیگه داشته تیز بیا بگو همون فلان چه کسل شروعش رفته همین کمپیری با غیرت این همسایه من دختر هم خیلی عهوش رفته منحش باستن او چش یا گیره نول کنی خیلی کمپیر دوید رفت همین جک ما عیدیم وای بچه رفت گفت که نه این نمرده گفت خیلی گوش کرد دلی این نمرده ای تیز منحش بشکوید بوده که منحش کردن چپ روی وای زد خیلی کارای خودش میدونستگی نه گوده که هوشیار شد ساز شد بعد چند روز گذشته با همه مصفید اوتیوای اومده اینجا که کنی ای یانگی رو بیا گفتم در خانهش با کم کتاب میخونه که در خانه گفتم کتابش خونساله ای خبران نمیگه گفتم نه خودت بیا پیش بیا ای ما همه برای رحمتگویی اومدم ما ایوه همه قبینا دارم که من این دخترم باسته بودم و هوای سبب شده این دختری ما خیز با پوچگاه ما ای کمپیر من نداره چون در بین همه خلق ما با این بسواد با فهم همه کارادی یاردمش میرسید. این کرتای تنم خودم میپوشم میدوزم نونی تنگ میپازم خمر میکنم داستازم کشیدم رغزه موندم پش ریخته همه کردم جمعه مردکم دوختم لباسای تاجیکه رو دوختم ماچ نقدی همه ده خدمتگر بودم کسل میشدم پیشم میومده باید بانک میندوختم یاردم میکردم من خلق ده همه به نزد مادر من میآمدن که اوچی او دروفه همین یک کرتی پاوی بودوز برای عروسا اینجاشان محکم و مهره دارد سلسله دارد با کمزلچه های با از همه ماشین رشته های رنگ و رنگی گل می برآوردن شه بچه دمش نمالک ها تاقی ها می دوختن. البته هنرهای همین دوزندگی مادری من درست است که اعترافشون بین مردم باز زیادتر میشد. در همین چنار اگر توی میشید معرکه میشید همین یکم اول سحری کمپیرکو ارد بزنم همینجا میخونیم و چیروف اکم کلوی ناو چمیک باشن خشتامنی مرا یا که او چیروف گفتم خیلی او چیروف اول میریم ایله که یکم ارد تو میبیزی اکه ایا انا
و کمپیر میره همون مرکات یکم ارد کمپیری مو میبیزه یا پرچبران دختراد میشه با کم میوین آچیروف خی عقب همه تو چی کمپیری بده حالتی تو باید پرچبران ده یکم اشتراک کنی همین پروستی نه وای کرده هم کمپیری ما پر میکرد خیلی شکر ما ایوای یاد گرفته کم کم دیگه مرکات که میریم این کلوی اوچی او در رو فای هم خیلی حرمت ما چی بگم خیلی فخر میکنیم که همه خیلی خوشتومند داریم که کمپیری خوبه همه عزت حرمت میکنه خیلی یا ما هم کلوی اوچی روخ میگن ما همین شادی میکنیم فخر میکنیم خیلی راسته 61 سال خطی مسافر زندگی کردیم حرمت میکردم حرمت کردم تا مردن شد گپی گنده نبود مردن فقط ما ایزد میکردم نیکین بندگی کرده میونم باستم مسافر خانه آخرت وسیل کردم 1 سال گیر نکردم من در خاکی 2 سال بعد مردن بعد بسیار گیر کردم زندگی رو فکر کردم من چی شدم چی روزه رو کشیدم چی آزوار کشیدم این همه خانه آکر قطعی همه مسافریم هر دمون انداختیم وای مکتب میرم ملای میشوریدیم خانه رو انداختیم همه خانه رو هر دمون انداختیم اینک 61 سال در همه زندگی کردیم اینا دیگه فرزندم نیوارم مناسب کنم این هم سرگن خانه همی برای سرگن اندوزه خودم تانه کردگیم زینا پای مدلای برآورده ستیل خطی مهنت کردن در کار مهنت کنی انشالله راحت میبینی ای خاقی مردم ای داستی مردم نخورن مهنت کرده بخورن 2 قطی 3 قطی پیله میگرفتیم مادرم بین آدمی که طرز تیار کردن پیله پرورش کردن دوست می‌داشتن ما خیلی برگ تیار میکردیم برگ می‌آوردیم مادرمان تیار میکرد پیله برون می‌سپردیم همین از همون پیله بعد 1 کیلو نیم کیلو برای ریشته تیار کردن از بریشم گلدوزی کردن تاقیای رنگ گلدوزی چکندوزی تاقی‌ها تیار میکردن مادرم بین مادری به هنرمند بودم با عمرم نکردگی کدمن زدم کالخوش شدم کدمن زدم درو کردم یکم جایی میگرفتم چاقان آخیم درو کنیدم با همدلی زندگی آسته آور شده رفتن گرفت دیگه فرزنده شده مهنت کنیم در زمین خدا همین نون بخوریم ما کدمن بزنیم بیل بگیریم تیشه بگیریم علافه رو تازه کنیم همیشه زمین میکرشکه گرفتیم 1 تن نمیسون این سوزیم هست بادرین هست پامیدر هست کیله نمیگم که چیره جان سحری ای بادرینگه 1 بادرینگ بیارمده چای خوریم ده ای خودم بیدارو مهنت آزار بر شکر شاله میکاریم حکومت زمین میتیه گاندوم میکاریم شکر گاندوم ای خوان هر کس مهنت کنه انا همه 5 پنجه مهنت کنه شاخه کنه ای زمین با ما نون بخوریم با اون نونیم حلال میشه با ما قدری آدم میدانیم این انگور چند ساله انگور دست علی مره 1 شور آورده سخیدگیم نه رحمتی پدرشون ایر زمین ده مونده نه پوبیل کده ایده نه او داده هیچی انا همه خم گناهکار کرده همیشه سخیده این انگور ستیل میبرن فرزنده بیگناه میگن ببرید بخورید اینها از دیگه اویلها به 80-100% فرق داره راستی گپ ده از جهت آدابم از جهت فرزنداشم از جهت انسانگری هم از جهت مهنت دوستی هم همه طرفا در قشلاق پیسفی همین اویله پیسف ما چخیل که در دیگه آدمو چی می‌نویسم مثلا و استاکو من توصیه میتیم اگر توصیه همه پرسن همین توصیه به بای 5 میتیم کمپیر ما که همه اویله اینا را هم وقت می‌ذارن که توصیه نامه به بای اعلی داده شد گفتم ما خیلی توصیه میتیم مادرمان بین مادری سختگیر بودن چنان سختگیر بودن که ما نمی‌ماندن که همین یک قدممان یا سخنمان را به جا گذاریم ما در کوچه با فرزندای همسایه بازی نمی‌کردیم چون که ما در خانه هر کدام ما موافق خودمان کار داشتیم ما مکتب می‌رفتیم ای مکتب می‌آمدیم وقتی که خانه می‌دراندیم اول سلام بعد ماندن کتابا در جای کتاب‌های درسی بعد خوردن رحمت گفتن ترتیب و انتظام ما نسبت همسایه‌ها فرق کلان داشت وقتی اینها به اینجا آمدن نسبت به اولیه‌های ما با معرفت‌تر بودند هم از جهت لباس پوشی هم از جهت معامله فرزند هم از جهت تربیت فرزند نسبت به اون فرق دارن همه امروز آموختن به قسمت همسایه از همه آموختن وقتی که ما سحر می‌خواستیم به کار کلخوز را حکیم می‌شدیم اوچه میگفت دختر جان
وقتی که ای دروازه برآمدی کلان دیدی سلام ته بیهوده سخن نکو بلند نخند. این خراکتری دختر نیست. همین سخنها که ما کار میرفتیم بگه ای کار می آمدیم. سختگیری همین مادر بود که ما امروز به همین درجه آمده رسیدیم. من بنیاد خرسندم، خوشبخت هستم که من به همین درجه آمدم، اعتراف پیدا کردم در بین مردم. مادر تا حاضر ما رو نصیحت میکنه. بچه‌ام چی خیلی که من شما رو کلان کردم با آب روی خداتان، شما فرزندا رو همین خیلی کلان کنین. خیلی که مادر ما رو تربیت کرد، منم حرکت میکنم فرزندان چون خودم تربیت دیدم باز زیادتر تربیت کنم. همیشه دوامتی ما با دعای همین سوزیم. حاضر وای نمازش بخونه، همه خسر خوشدامنش که سر میکنه اهل اولاده گذشته تا نیوره ها رو دوامتی دعای شروع میته کمپیر. سامان ما حمام میکردم، سرش میشتم، لباساشو میدوختم تاجیکی. با گفتگیه که رابیا جان جان بیبی میگفتم، ماما میگفتم. گفته که دو دختر دارم، ای دو دخترم شما در روز قیامت پیش بخیزین. ای دو دخترم شما دعای نیک دادم. هزار بار شکر دعای سامان و خطیمه امروز زنده ایم. تو حالی در اولی این بچه های دختر و کلینداری یکان اوله ویرانشین نیست، همه یک دیگر فهمی است. البته همین خصلت های همین کمپیر است، به همین کمپیر وابسته دارد. اگر پند اخلاقی همین کمپیر نباشد این اوله این قصه سالها با یگان نادرستی رفتگی نیست. همه فرزندای خوب دارد، فرزندای با تربیت دارد. سختگیری که اوچم کرد ما امروز فکر میکنیم بسیار در حق دختر درست بوده. همون سختگیری اوچم، همون نصیحت اوچم، امروز ما فرزندای خودمان همین خیلی تربیت میکنیم، همین خیلی تربیت کردیم. پیروی مادر. کتابی پند است، کتابی نصیحت از کمپیر یک شخصی بزرگی هست که برای تربیت همین عائله به تربیت همین قشلاق، به تربیت فرزند همین قشلاق نیاز کمک های زیاد رسانده. هر 9 می همه ما آمده همین 9 تا فرزند گودکامون کتی خدا به شکر فرزندای ما فرزنددار شدگی، همه ما عائله های مستقل، زندگی های نغز داریم. همون هر کی موافقی چی خودش یک چی سوغا میگیریم برای اوچم، با میگیریم میایم در گردی دسترخوان اوچم، هر کس سوغای خود را پیشنهاد میکنه به اوچه و بوسه ها از سر روی اون میزنیم. حاضر عملی که 95 در شده باشم میپرسم بیبی جان چند شدی؟ میگم 19 تا شدیم. یوشم. همین سال وقتی که همراه مادر ما سفر کردیم به وطن مادر، با گلدسته ها پیشواز گرفتن، خانه هاشان برده، مهمانداری کرده، ما رو همین خیلی با یک روحی کشاده، با یک دلی کشاده، با یک لبای پرتبسم، با اشکهای قطار آچم هر یکی به آغوش میگرفتن، شکرگزاری میکردن که هست. خبرگیری آمد از تاجیکستان، همون خانه که اوچم تولد شده کلان شده بود، همون خانه رفتیم، همگی 20 روز ایستادیم، هر دومون شیشتگیم اوچم کتی، هم خیلی شیشتگیم هم صحبت یادگاریم. با گفت که همین خیلی خانه ما یاد کردم، اینجا وطنو فکر میکنم که مادری تاجیکا باشم. در اینجا ما فقط دختر بودم، برای خلق خودم دختر بودم و جنگاور، دیگر هیچ. وقتی که تاجیکستان رفتم با شوهر برآمدم، عائله دار شدم، فرزنددار شدم، فکر کردم که من مادری تاجیکایم. با همین سخنها ما هم صحبت کردیم، مادرم کردی، مادرم اشک ریخت، گفت بیا با بروقتی بلیط گیریم و رویم که بسیار پزمان تاجیکستان شدم. گفتم اوچه خیلی سن و سال شما به جای رسیدگی،
این امر الهی اگر رفت و با امر الهی شما واقع شوید چی؟ گفت کوشش کنیم که تا به همون واقعا نرسیم. بگذار که خاک هم ای تاجیکستان باشه. همین خیلی گفتو ما بلیت گرفتیم با تاجیکستان آمده. 20 روزه گفته رفته بودم. 2 روز پارت گفتم تاجیکستان میرم نشد اینجا گفتم. یک جایشون یک شهرشون تاجیکستان باری نیست. تاجیکستان آواده. 2 پا راست ایستاده خدمت کنید در تاجیکستان. عزت حرمت کنید. کالونا رو سراغ کنید. دعای کالونا رو گیرید. خلق تاجیکستان یک گیرون سر براره. همش دوست شوان. اکا و دادا رو اپا و خوار باری شوان کور کنن مهنت کنن. تاجیکستان دو دسته آسمان دا بردارن. مشهور شوا در جهان تاجیکستان. رایمانی همه خورده خوراک و میوه در تاجیکستان. او در تاجیکستان، نون در تاجیکستان، تنجی در تاجیکستان. او تیلا بگو نخرا بگو در تاجیکستان. خدا داستاده ای. همه ناشکری نکنیم. خدا چیز میگه ناشکری کنیم. همه در شکر میگیم. هر یک قدم نون هم میگه. یه ده نون بگیری شکر. شکری خدا به تنجی و نون دادی. مغز نون ما در دسترخوان نون باشه نشکسته باشه نمیشکنم. ریزگک بیزر میدهش میگیرم در کاسی شوربام ریزه میکنم با میخورم. اون نون قدرش رفتگی ایم سری موده. همه خلیفه نمیشه در مینداختیم بوشلات مونده مینداختیم در سال جنگ اینجا گرم میکنیم میگیریم که یخ باسته یخ میخوریم. خطی همین نون اوزاوار دیدگی قدر نون بدانیم قدر آدم بدانیم شکر کنیم. خلق تاجیکستان زندگی رو به خرسندی و خنده بزرگونن. شکرانه کنیم. شکر کنیم.